سلام خدمت همراهان عزیز، میشم که کانال ما رو سابسکرایب کنید و ما رو حمایت کنید. اینجا سوال اول صفحه 26 هست. جمع و تفریق کسرها رو داریم. برای جمع و تفریق کسرها اولین کاری که میکنیم مخرج مشترک میگیریم. باید مخرج مشترک داشت که هیچی، اگه نداشت باید مخرج مشترک بگیریم. حالا از بین 10 و 15 ما 2 تا مخرج داریم. مضرب ها یکیشون رو می‌نویسیم کدام، اونی که بزرگتره. چرا؟ چون زودتر به جواب می‌رسیم. وگرنه مهم نیست مخرج مضرب های کدام رو بنویسیم. بعضیا مضرب های هر دو تا رو یکی یکی می‌نویسن، ولی راه حلی که من پیشنهاد میدم مضرب عدد بزرگتر رو بنویسیم، زودتر به جواب می‌رسیم. خب مضرب های 15 رو می‌نویسم. 15 یکی 15. 15 آیا مضرب 10 هست؟ نه. پس باید ادامه بدم. 15 2 تا 30 تا. خب اینم از مضرب دومش. حالا ببینم مضرب 10 هست چند 10 تا 30 تا 3 10 تا. آها، پس مضرب 10 هم هست. پس 30 مخرج مشترک ما میشه. پس این 30 مناسبه. پس من اینجا می‌نویسم 30 منهای 30. حالا 10 چجور شده؟ 30 ضرب در 3 ضرب در 3. 15 خودش هم ضرب در 2 میشه 30. حالا کسر جدید ما چنده؟ 3 تا 9 9 30 و اینم 8 15. حالا یکی از مخرج ها نوشته میشه و صورت ها از هم دیگه کم میشه. حالا بریم برای 7 24 به اضافه 15 16. خب باید مضرب یکی از اینا رو بنویسیم. کدام؟ عدد مخرج بزرگتر یعنی 24. مضرب های 24 رو می‌نویسیم. خب 24 ضرب در 1 میشه چند؟ 24. 24 حالا ببین 24 مضرب 16 هست. چند 16 تا 24 تا. اگه ذهنی بلد بودی انجام بدی، اگه بلد نبودی نتونستی حتما امتحانش کنی. 16 ضرب در 1 16 در 2 ببین 24 میشه که نمیشه. حالا 24 ضرب در 2 ضرب در 2 میشه چقدر؟ 48. این میشه 48. دارم مضرب های 24 رو می‌نویسم. خب میشه 48. حالا 48 ببینیم مضرب 16 هست. بچه‌هایی که هنوز خیلی ضربشون قوی نیست 16 رو ضرب در 2 بکنن، ضرب در 3 بکنن، ضرب در 4 ببینن 48 به دست میاد. بله به دست میاد. 16 ضرب در 3 میشه 48. یعنی 48 مضرب 16 هم هست. پس 48 رو انتخاب میکنیم. خب این 24 ضرب در 1 ضرب در 2. دومین مضرب 24 هست 48. ضرب در 2 بالا هم ضرب در 2 میشه. ولی سومین مضرب 16 هست، چون 16 ضرب در 3 میشه 48. پس ضرب در 3 ضرب در 3. خب حالا میگیم 7 تا 14 تا مخرجم که 48. 5 تا 15 تا اینم 48. حالا مخرج دوباره همون 48. پس صورت ها رو جمع میزنیم. صورت ها میشه 29 48. حالا بریم کسر بعدی. 5 12 منهای 1 نهم. دوباره میایم مضرب ها رو باید بنویسیم، ولی مضرب کدوم؟ مضرب اون که بزرگتره. کدام بزرگترین؟ 12. پس ما اینجا باید مضرب های 12 رو بنویسیم، چون زودتر به جواب میرسیم. 12 یکی 12. آیا این 12 مضرب 9 هست؟ چند 9 تا میشه 12؟ هیچ، پس نیست. باید ادامه بدیم. 12 ضرب در 2 میشه 24. خب حالا چند 9 تا 24 تا؟ هیچی. پس باید ادامه بدم. 12 ضرب در 3 میشه 36. چند 9 تا میشه 36 تا؟ 4 9 تا 36 تا. پس 36 مضرب 9 هست. پس 36 مخرج مشترک میشه. پس اینجا می‌نویسم 36 منهای 36 اینو آماده میکنم. حالا این ضرب در چند شد؟ ضرب در 3 شد. بالا هم ضرب در 3، این ضرب در 4 و اینم ضرب در 4. 5 3 تا 15 تا 1 4 تا 4 تا. حالا میگیم میشه 11 36 شد. 15 منهای 4 میشه 11 36.